میبینین اینجا بچه ها نگاه کنین، پایه پیجی 13 داره چشمک میزنه و پیجی 14 همواره روشن هستش. پیجی 13 به خاطر این چشمک میزنه که ما در واقع برنامه رو براش چشمک زن نوشتیم، ولی پیجی 14 ثابت هست. خب مجددا دارم فیلم میگیرم برای برنامه دوم که پایه پیجی 14 رو هم اضافه کردیم. میخوایم ببینیم که حالا اینها چجوری جفتشون همزمان چشمک میزنن. همونطور که دارید میبینید پایه پیجی 13 و پیجی 14 همزمان با هم دارن چشمک میزنن. خب برنامه بعدی میخوایم یه کاری بکنیم که پیجی 13 و 14 ضربدری چشمک بزنن، یعنی وقتی پیجی 13 روشنه پیجی 14 خاموش باشه و وقتی که پیجی 13 خاموشه پیجی 14 روشن باشه. ببینیم حالا چه جوری میشه. خب الان برنامه سوممون با دستور تاگل پین نوشته شده. میخوایم ببینیم با دستور تاگل پین هم همون جوری چشمک میزنن یا نه فرق میکنن. خب بچه ها میبینین این داره اصلا ضربدری چشمک میزنه. اینو میخوام امتیازی بذارم براتون. چرا وقتی که ما تو حالت قبلی که با دستور رایت پین نوشتیم جفتشون با هم روشن خاموش می شدن، در صورتی که وقتی که با دستور تاگل پین میزنم به صورت ضربدری روشن خاموش میشن. اگر کسی بتونه جواب این سوال منو بده امتیاز داره، یعنی یک نمره از نمره پایانی رو بهش میدم. فقط این که بگید که چرا وقتی رایت پین گذاشتم جفتشون با هم روشن خاموش می شدن و وقتی که تاگل پین گذاشتم به صورت ضربدری. این سوال تو گروه به من جواب بدید. اگرم در رابطه با سوالی که من ازتون پرسیدم سوالی دارید تو گروه دوباره ازم بپرسید تا راهنمایی بیشتر بکنم بهتون.